مجلات انحرافی، صفحات اینترنتی، تلویزیون، شب نشینی های بیجا اسباب انحراف است. این موبایل خیلی کوچک است، خیلی وزن کم داره، اما خیلی خانواده های سنگین را به سقوط مواجه کرده. همین موبایل توسط همین موبایل قتل ها در خانواده ها صورت گرفته، توسط همین موبایل دختر فراری ها صورت گرفته، توسط همین موبایل جوان ها دختر و پسر فریب خوردن. اینو مدیریت کرده. دمی هم فیسبوک کار کرده میتونه، خیلی خورده است. دمی هم میمرو کارت انداخته میشه. من نمیگم که شما از استفاده نکنید، میشه آله هدایت یک انسان باشه. شاید دیروز به یک کسی زنگ زده باشه که فردای یک جای منبر بیداری درس از توسط همین موبایل شده و متعلق به تو هست. متوجه باش که در این موبایل چیز کار میکنه، در صفحات اینترنت چیز میگردی، این ناخونا ثبتش میکنه. شما جایی که میرین انگشتتون رو میگیره، گپی عادی نیست. لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. در روز قیامت میگه ما توانایی از این رو داریم که سرهای ناخون شما را، این ناخونهای شما را هم با هم یک جا بسازیم. هیچ انسانی انگشتهایشان این ساعت با هم از هیچ انسانی با دیگه انسان یک رنگ نیست، یک قسم نیست، خطایش یک قسم نیست. اليوم نختم على افواههم و تکلمنا ایدیهم. در اون روز زبان ها حرف نمیزنه، دست حرف میزنه که چی کردی. شما شاید در ذهنتان خطور بکنه خیلی دست چه قسم حرف میزنه. مثلا شما سوال میکنید خیلی دست چه قسم حرف میزنه، خیلی هم گوشت است، هم گوشت است. نگو که نمیشه. او خدایی که از توی سوال را میکنه و توانایی فکر شاید بکنه که خدای توانایی شاید نداشته باشه. برو به شبکه برو که سیم کارت ما 5 سال قبل گرفتم، 5 سال قبل تاریخچه را میکشه که چند ساعت باکی در کجا گپ زدی. وقتی که مخلوق توانایی را داشته باشه خالقش نداره. من از شما خواهش دارم، این بارها خواهش کردم، همین امروز از موبایلتان چیزی که شما را منحرف میکنه، چیزی که مخالف خدا، مخالف برنامه خدا است، امروز حذفش کن. چی به دردت خورده؟ از همین صفحات اینترنت عشقهای مجازی شروع شده، از همین صفحات اینترنت. ما واتساپ خود در واتساپ خود شاید در 24 ساعت بیش از 400 الی 410 یا 380 پیام را جواب بدم در 24 ساعت. اکثریتش دوستت دارند، تمامش هم گپ‌های فریبنده. عزیزم امیجم من گرفته. چی شد؟ حالا مرا گفت من تو رو خیلی دوست دارم. به خدا دروغ هست، قسم براتون میخورم دروغ هست، جنایت هست، خیانت هست، فریب هست. نه فریب آرایش را بخورن از دخترها را و نه فریب جوانهای دروغگو را بخورن، کلش دروغ هست. این با صراحت کامل ما کسی خفه میشه خوشحال میشه. عشقهای امروزی که فعلا جریان داره زیر نام عشق و زیر محبت کنان است، تمامش دروغ، تمامش خیانت، تمامش بی‌آبرویی، دیگه چیزی در پای نداره. تو اسلام برنامه برات تعیین کرده، برو ازدواج بکن. نه خواهر یک کس را مد نظر می داشته باشم گاه اوقات، نه برادر یک کس را مد نظر داشته می باشم، منحرف میشیم توسط یک موبایل هست. ولی مرا گفت من خیلی دوستت دارم. یک روز کسی برام زنگ زد، یک جوان من در یک کامپیوتر فروشی بودم، به خاطر برنامه های کامپیوتر ما خریداری میکردیم. برام زنگ زد گفت قاریس به زودترین فرصت اگر در داد من نرسه من خودکشی میکنم. گفتم چی کرده؟ دوست دخترم من رها کرده. خیلی کوشش است به خدا. به خاطر یک دختر، به خاطر یک پسر درس نمیخونه. تو اگر متعهد باشی، تو اگر با برنامه باشی، بس خیلی خریدار می داشته باشی، چی پسر باشه چی دختر. انسان‌های بی برنامه خریدار نداره. من خودکشی میکنم. من گفتم یک کمی صبر کن، 2 دقیقه بعد باز زود بیا. که رفتم یک جای سر کارتنا افتاده، سرش پیشانیش سر دستش خوابش برده، هیچ بیدار نمیشه. از آدرس یک موبایل. فریب نخورید. من همین روز براتون میگم اگر پسر هست یا دختر هست تمامش را در بلاک لیست اضافه کن. تمامش هیچ به درد نمیخوره.
اگر کسی به دردش خورده بگوی که من فلان جا به درد خورده و با یادتانم باشه 98% یا 99% این تو ارتباطات به ازدواج نمیرسه. دلتان جمع باشه 99 یا 98% حتی 99.5% این تو ارتباطات به پاکی نمیرسه. جز ذلت، جز خواری، جز بی‌آبرویی دیگر چیز در پی نداره. اسماعیل زویمر یک از دعوتگرای مسیحی است. برای مسیحی ها میگفت، برای یهودی ها میگفت که شما بالای مسلمان ها از بمب اتم استفاده نکنه، مصرف نکنه چیزا را. فقط یک بوتل شراب و یک دختر برهنه کفایتشون میکنه. فقط دو چیز تمام امت اسلامی کفایت میکنه. و امروز سقوط معظمی آخر است. بازم براتون میگم که میگه دوست دارم دروغ میگه. کسی که دوستت داشته باشه، پسر دختر باشه، اولین وهله در اولین بار قصد ازدواج می باشه. نه ما وقت ندارم خیلی یک چند وقت باشه و فلان، نه که کلش دروغ است. فریب صفحات اینترنتی رو نخوریم. فریب عزیزها رو نخوریم. فریب دوستت دارم ها رو نخوریم. جوانها والله قسم حیفتان نیست. نمیتونیم با وسایل نامشروع اهداف مشروعی خود ما برسیم. هیچگاه نمیشه که هدف وسیله نامشروع تو به هدف مشروع برسه. هیچ امکان نداره. تو از آدرس ناپاک به آدرس پاک ازدواج برسی. استعمار فرهنگی ما رو به می جای کشانده، استعمار فکری ما رو به می جای کشانده. از درون مانند مرچه خورده روان است. بالاخره یک روز سقوط میکنه. در جستجوی کتاب‌های غربی ها هستن. بخوانید، مطالعه بکنید به اندازه در صورتی که خودت از فکر اسلامی برخوردار باش. بخوان کتابای هر کس بخوان. ولی یک دفعه متوجه باش که نویسنده‌اش کی است، چی گفته. ولی جوان‌ها امروز پشت چی میگردن؟ پشت یک کتاب هستن به طور مثال راز پولدار شدن، 100 راز موفقیت، چگونه آرام شود، راههای خوشبختی. او برادر، خواهر، قرآن بخوان که خوشبخت شوی. با دین سر و کار داشته باش که خوشبخت شوی. ما جوان ما بجای ازی که در اینترنت زندگی نامه ابوبکر و عمر و عثمان و علی و سعد و سعید و طلحه و زبیر و زینب و فاطمه و ام کلثوم را جستجو بکنه، میگرده که بیل گیتس چه قسم زندگی کرده. شرکت آمازون چقدر سرمایه داره، اپل سرمایهش چقدر هست. سرمایه دارترین فرد جهان بیل گیتس این مایکروسافت را بخش تجارتی چه قسم رشد رسانده که به امروز به این حد رسیده. زندگانامه عبدالرحمن بن عوف بخوان، میلیونر زمان خود. از عثمان را بخوان، تقویه کننده غزوه تبوک. رسول الله برش میگه ای عثمان، یا بین جمع از صحابه میگه که عثمان ازی به بعد هر کار که انجام بده در توانش نیست. عثمان فی الجنه، عثمان در بهشت است. چشم چرانی ها از همین صفحات اینترنت شروع میشه. تمامش از همین آدرس هست. این چیزا را یا مدیریت کنه یا ترکش کنه. من خیلی باورمند به این هستم اگر فیسبوک به دردتون نمیخوره حذفش کنن. از همون اپلیکیشنش انستال کنن. اینستال نه انستال، از بینش ببرین. به درد نمیخوره. اگر استفاده میکنن. من یک روز یک جای برنامه داشتم، در یک عروسی سخنرانی داشتم در کابل بود، از برادرای روزایی ما بود. در کابل برنامه بود. در خود عروسی 400 نفر اشتراک کرده بود، 1500 نفر رو لایف میدید. اگر این تو استفاده میشه هیچ مشکلی نداره. در غیر صورت اگر امی تو استفاده نمیشه، فقط در جستجوی ازیستی که بالا برو پایین برو. امرو گاهی اوقات خیر است بجایش یک دو صفحه کتاب، یک دو دقیقه طرفی برو، خیر است. کتاب مطالعه که 5 دقیقه بجایش. از این فیسبوک، از این توییتر و اینستاگرام و تلگرام چی به درد خورد؟ چی دردت دوا کرد؟